از تاریخ 30 ژوئن 2025 قانونی برای خارجیان تصویب شد و اجرایی شده و در اون قانون اعلام شده که هر فرد خارجی که به روسیه میخواد بیاد باید RUID داشته باشد و در ادامه گفته این نوع خارجی ها چه افرادی هستند؟ خارجی هایی که بدون ویزا میتوانند 90 روز در خاک روسیه اقامت داشته باشند که خب کشورهایی مثل ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین جز این کشورها هستند. این کشورهایی که ویزا نیاز ندارن. هیچ جا صحبتی از این نشده که مثلا کشورهایی مثل ایران، ترکیه و یا غیره که ویزا نیاز دارن برای ورود به روسیه. متاسفانه بعضی از دوستان این رو با یک تیتر بزرگ نوشتن و مردم رو گمراه کردن. نه دوستان، ربطی به ما ایرانی ها نداره، چون ما با ویزا وارد خاک روسیه میشیم و این مربوط به اون دسته از کشورهایی هست که برای زندگی برای اقامت موقتی که میان برای روسیه نیازی به ویزا ندارن. اون بحثی که برای رجیستر هست و اپلیکیشن آمینو اعلام شده و خارجیانی که باید هر 3 روز یه دفعه خودشون از طریق آمینو رجیستر بکنن مربوط به کشورهایی مثل کشور ما که با ویزا وارد خاک روسیه میشن نیست. این هم مربوط به همون کشورهایی هست که خدمتتون گفتم که بدون ویزا در روسیه میتونن 90 روز بمونن، از جمله ازبکستان، آذربایجان، اوکراین، تاجیکستان و غیره. این کشورهایی که بهش میگن به قول معروف کشورهایی هستن که 90 روز اجازه ماندن در خاک روسیه رو دارن بدون ویزا.